لالا بلبل خیرت خواست؟ ما فهمیدیم که لالا بلبل چرا خفه است. او ملاریا حالا بگو نه که چی گپ است؟ بچه عبدال گپ از این قرار است لالا بلبل خو مشناشی بدون یارا هیچ چیز خوشش نمیاد. ما و شما اینجا میله که درایستیم همین شما آمدم یار ما و شماست. اون معلم شد ما و شما به تفریقی از ما هم نرفتیم چه تاتشی؟ بالا راست گفتین ما و شما اینجا ششتیم دنبوره از درایستین بشینه جلسه کنه پره کنه بسنجین و آخرای گپ چی میشه؟ ملنیا همر کن لالا بلبل بچانه بگو که حرکت کنن پیش شام آمد میریم حرکت کنه بچه ها خراب نشد بغلی بچه عبدال فکر طبیعی که پلیچه نازی جانم دمه منزل بره من الهی سیاه بپوشی از غم من. بابا فیض معلم شام آمد کجاست؟ معلم صاحب دستش درس داره حالا منتظر باشد که سبق خلا شود. بچه عبدال معلم صاحب در سبق است حالا غرض نداریم. یکی گفتی گل گفتی میره مناله از پیش کلکین سعی میکنه که معلم صاحب چرا کم درس میته بنه که بنه. شاگردای عزیز ما از شما سوال کردم که جامعه معدنی چیست یکیتان جواب نداده. معلم صاحب ما خو نفهمیدیم که جامعه مدنی چی معنا داره. شاگرد عزیز برای جامعه مدنی یک تعریف خاص وجود نداره و به این معنا نیست که جامعه مدنی تعریف نداره. کوشش‌های زیاد صورت گرفته و تعریف‌های متعدد از جامعه مدنی ارائه گردیده. لالا بلبل برق خدا اون گازی سراغ دیر نشه که خطرناک است. لالا بلبل نفتی لالا بلبل یک
معلم صاحب جامعه مدنی را با ما تعریف کرده میتونین؟ آفرین شاگرد عزیز. جامعه مدنی عبارت از جمع سازمان‌ها، مؤسسات، روابط، رفتاری که بین دولت، بازار و فامیل وجود دارد می باشد. مخصوصاً مؤسسات مختلف و متعدد داوطلب و غیر انتفاعی را در بر میگیرد. فهمیدین؟ سازمان‌های خیریه، حرکت‌های سیاسی و اجتماعی و اشکال دیگر اجتماعات اجتماعی که در برگیرنده ارزش‌ها و موضوعات فرهنگی باشد هم شامل جامعه مدنی می باشد. لالا بلبل این معلم صاحب چی میگه؟ اگه مکتب میخوندی میفهمیدی که چی میگه. خوب فکرتان بگیره که مسئول ازتان پرسان میکنم. جامعه مدنی را به یک شکل دیگه هم تعریف کرده میتونیم. جامعه مدنی عبارت است از محل برای اجتماعات داوطلبانه افراد و همچنان یک شبکه می باشد و روابط افراد را تامین می نماید و به منظور خانواده، عقیده و منفعت مردم به وجود می آید. فهمیده شد شاگردای عزیز؟ معلم صاحب آیا در افغانستان نهادهای جامعه مدنی وجود دارد؟ بیشی بچیم. بله، یقینا در افغانستان عزیز نهادهای جامعه مدنی به شکل عنعنوی وجود داشته است. نهادهای غیر دولتی و غیر انتفاعی به منظور تامین اهداف اجتماعات ما و شما و رفع مشکلات ما ایجاد شده و وجود دارد. به همین خاطر ما در این مورد درس بحث میکنیم، یعنی گفتگو میکنیم. فهمیده بچه ها؟ شاگردای عزیز، بر امروز نمک بس است کفایت میکنه. مگم یادتان نره که صبح از پیشتان پرسان میکنم. فهمیده شد؟ مبارک باشه. السلام علیکم. بخیر آمدید. بریم بخیر. بریم بچه‌ها بریم. لالا بلبل اگه دمی قدیم و برق بیا معت نزانه تلویزیون میخرم. نوده اول سنک مهم است بعد از اون برق. بان که ما ببینم در تلویزیون چیست. بینندگان محترم تلویزیون، شما میدانید که نقش نهادهای جامعه مدنی در انکشاف افغانستان چیست و در این مورد توجه کنین به گزارش. نهادهای جامعه مدنی در قسمت ارائه خدمات برای مردم و در تطبیق پروژه های عام المنفعه و انکشاف نقش بارز را ایفا می نماید. ساحات مذکور قرار ذیل می باشد: صحت و تغذیه، معارف و آموزش های مسلکی، پروژه انکشافی برای زنان، پروژه انکشافی برای اطفال، به وجود آوردن شغل، پروژه انکشافی زراعتی برای دهقانان، تقویت جامعه مدنی و تقویت جامعه دموکراتیک، مساعدت با مهاجرین و بیجاشدگان داخلی، کمک در قسمت پروژه های شهرسازی، در قسمت آب برق، انکشاف دهات، حفاظت محیط زیست، کمک‌های کوچک مالی. بینندگان محترم تلویزیون، شما نظرات مردم شنیدین و دیدین. حال ما در قریه هستیم و میبینیم که مردم قریه چگونه به سوالات ما پاسخ ارائه میکنن. سلام علیکم پدر جان. و علیکم سلام بیبی. پدر جان میشه شما خود معرفی کنین؟ بله،
من ملک قریب بلبلشان هستم. بگوین. ملک در تلویزیون چی میکنه؟ ملک صاحب اگر زحمت نشه شما بر ما بگوین که نهادهای جامعه مدنی در افغانستان کدام هستند؟ اول خواست شما تشکر که در قریب ما آمدین و از ما سوال کردین. حال برتان میگم آلیا را در تلویزیون نشان میدین یعنی که بلبل که نفراش ببینه؟ بله نشان میدیم. حال برتان جواب میدم. جامعه مدنی از تشکل‌های رسمی و غیر رسمی در افغانستان تشکیل شده که شامل مؤسسات غیر دولتی و غیر انتفاعی یعنی انجو، اتحادیه‌های تجاری، احزاب سیاسی، گروه‌های مذهبی و مؤسسات غیر رسمی محلی. به طور مثال در افغانستان این کاتگوری نهادهای جامعه مدنی تشکیل شده میتونه شوراها، سازمان‌های اجتماعی، انجوها و غیره. البته قابل یادآوری است که بعضی نهادهای جامعه مدنی به صورت رسمی فعالیت دارند. مثلا انجوها و سازمان‌های اجتماعی و انجوها به اساس قانون انجوها با وزارت اقتصاد ثبت میشن و سازمان‌های اجتماعی به اساس قانون سازمان‌های اجتماعی با وزارت عدلیه ثبت میشن. شما ملک صاحب اگر به طور خلاصه جواب دادین که شورا چیست، شما برنده اولین جایزه برنامه ما شناخته میشید. من از قریب بلبلشان هستم. نفهمیدن این گپا در رگ غیرت ما برمیخورن. خیلی گوش کن که من جواب بدم. شورا یا جرگه که به صورت عنعنوی به شکل شوراهای محلی البته توسط اقوام و قریه ها تأسیس میگرده و هدف از ایجاد شوراها به میان آوردن نظم در اونمون محل و یا معرفی اونمون محل برای محلات دیگه جامعه می باشه. شوراها یا جرگه ها نهادهای تصمیم گیرنده محلی می باشند که به شکل عنعنوی از جامعه مدنی نمایندگی میکنن و معمولا شورا از بزرگان همون محل تشکیل میشه و به شکل غیر رسمی فعالیت میکنن و در کدام ارگان دولتی ثبت نمی باشن. هرگاه شورا خواسته باشد تا از قرضه های بلایوز مستفید شود باید قبل بر آن به صفت یک نهاد قانونی در یک ارگان دولتی ثبت شود. خب ملک صاحب شما نگفتین که در قریه شما چند شوراست؟ در قریه ما شورای ریش سفیداست، شورای بلبل است، شورای زناست که همیش گرد هم جمع میشن و همیش ما را از تصامیمشان با خبر میسازن. شما برنده برنامه ما شناخته شدین و تبریک باشه. بچه ما خو میگفتم که میده بچه عبدل سنگ او میکنه. مگم آفرین تو ملک گپای تو دل غفاره بس حالا بلبل ملک پیش از اینکه ما شما را خبر کنه در تلویزیون رفته حالا باید سخت جریمه شود. چطور بچه؟ راست گفتی ملریا. بچه نیر ملک پیدا میکنیم. راست گفتی آتشی بچیم. سر چاشتم هست امی میده ما قر میکنه. میریم یک سروای تنده تیزی جریمه میکنه. بریم بچه. ملک صاحب ما گپای خودت در تلویزیون دیدیم بسیار خوش شدیم. کاکا ستار بزرگا گفتن ز گهواره تا گور دانش بجوی. وقتی که تو یک گپ است چرا ما شما از هر موضوع خود آگاه نسازیم؟ ملک صاحب راست گفتی. همین که خودت در تلویزیون گپ میزدی چقدر خوش شدیم که چقدر خوش شدیم. بیادرها فامیدگی چقدر خوب است ها؟ میرگنگ صاحب راستی دیروز اینجا نفرای تلویزیون آمده بود. از همه گی هر چیز پرسان میکن. از ما پرسان کن مگه من تیر خدا آوردم. خب چی پرسان میکنن ها؟ یادم آمد. گفت سازمان‌های اجتماعی چیست؟ کلانتر صاحب خو خیر است. اگر دیگه دفعه دیدی
برای چی تو جواب بده؟ با اساس قانون سازمان‌های اجتماعی که در سال 2002 نافذ گردیده است این تو آمده اجتماع اشخاص حقیقی، یعنی ما و شما، شرکت ها نه که به شکل داوطلبانه ایجاد شده باشه و به خاطر تأمین اهداف اجتماعی، فرهنگی، تعلیمی، حقوقی، هنری و مسلکی فعالیت نمایند. ملک صاحب همین مطلب ما هم خوانده بودم، مگم فراموش کردیم که چطور یک سازمان اجتماعی تشکیل میشه؟ بله، حداقل 10 نفر ضرورت است تا یک سازمان اجتماعی را تأسیس نمایند و به خاطر که شخصیت حقوقی کسب کنند باید در وزارت عدلیه ثبت گردد. ملک صاحب این شخصیت حقوقی چیست؟ شخصیت حقوقی او است که به اساس قانون شخصیت کسب کنند، مثلا مؤسسات و شرکت ها، و شخصیت حقیقی یعنی ما و شما. ملک صاحب در صورتی که یک سازمان اجتماعی منحل شود با دارایی و سازمان معامله صورت میگیره؟ حال برات میگم، بعد از انحلال و یا ختم فعالیت سازمان اجتماعی اموال باقی مانده به مردی که در اساسنامه سازمان درج می باشه انتقال پیدا میکنه و یا در صورتی که در اساسنامه اشاره به آن نشده باشه با سازمان اجتماعی دیگه که عین فعالیت پیش میبره انتقال پیدا میکنه. ملک صاحب تا حال به چه تعداد سازمان های اجتماعی ثبت وزارت عدلیه هستند؟ فکر میکنم که تقریبا 900 سازمان اجتماعی در وزارت عدلیه ثبت شده. برکت ببینی ملک صاحب چه خوب گپایی گفتی، در گور نفهمی. نفرهای تلویزیون در قریه میگردن، اگر ازتان پرسان کرد شیر واری جواب بدید. ببخشید مادر جان، ما خبرنگار هستیم، میخوایم از شما سوال کنیم. از برای خدا نه شرم نه یک ذره خجالت بکشید، دم رو یک سیاسر استاد میشید. خب ببخشید مادر جان. مادر جان حالا چرا کت خبرنگارای تو رویه کردید؟ او خود آدم نمیخوره، او هم انسان است. بسیار آدم بد معلوم میشه، آدم نافهم معلوم میشه. بس دخترم، در وقتای من گپا نبود، تنها فاصله دید ما و آقای 180 گز بود. مادر جان او زمان تا این زمان بسیار فرق میکنه. اینه میشاله گرفته که اینجور چیست ملال متعهد چیست. اگه ما برات بگویم بازم روشان گپ میزنی؟ بالا تلویزیون مرا نشان میده؟ بله مادر جان نشان میده. آه بچم یادم بده، مگم در تلویزیون از پشت چادری گپ میزنم که روی ما کسی نبینه. مادر جان قانون اینجا مؤسسات غیر دولتی یا انجوها را چنین تعریف نموده است: یک مؤسسه غیر دولتی و غیر انتفاعی عبارت است از یک نهادی که به منظور پیشبرد اهداف مشخص تأسیس می شود. مادر جان بگی چای تا بان ترکاری پا کردنه سرد میشه چای. یک انجو یک نهاد غیر سیاسی و غیر انتفاعی می باشد. غیر سیاسی بودن مؤسسات به این معنا که مؤسسه یا انجو نمیتواند در فعالیت ها و کمپاین های سیاسی اشتراک کنند و همچنان نباید احزاب سیاسی و کاندیدای مشخص را کمک مالی نماید و غیر انتفاعی به این معنا که مؤسسه یا انجو نمیتواند تا اموال دارایی و عایداتش را به اشخاص توزیع نماید، ولی به منظور پیشبرد اهداف مؤسسه میتواند داراییش را به مصرف برساند و همچنان انجو نمیتواند از دارایی مؤسسه به نفع شخصی مؤسسین مؤسسه، رئیس، اعضا، کارمندان، مسئولین، تمویل کنندگان و یا هم دوستان و یا اقاربشان به مصرف برساند. بچه ما شنیدیم که میگن
ملل متحد یک انجوست، این درست است؟ مادر جان، این درست نیست. انجوها از ملل متحد بیخی علایده هستند. ملل متحد یک سازمان چندین ملیتی است که هدفش شامل سهولت بخشیدن روند همکاری بین المللی، قوانین بین المللی، امنیت بین المللی، رشد اقتصادی، رشد اجتماعی، موضوعات حقوق بشر می باشد. سازمان ملل متحد در سال 1945 تأسیس شد و منشور یا اساسنامه این سازمان در ابتدا توسط 50 کشور به امضا رسید و در حال حاضر ملل متحد دارای 193 عضو می باشد که کشور عزیز ما هم از جمله اعضای این سازمان می باشد. خیلی جندر چیست بچه؟ نقشی را که جامعه و روابط مختلف اجتماعی برای زنان و مردان قائل شده است جندر نامیده میشه. جندر روابط و مسئولیت‌های زنان و مردان را مورد بحث قرار می‌دهد. او دختر، فرق بین جندر و جنس چیست؟ جنس یک امر طبیعی بوده، بیولوژیکی است. در زمان تولد تثبیت می‌گردد و تغییر ناپذیر است و ذات فکری می‌باشد. ولی در مورد جندر جامعه است که مسائل جندر را می‌سازد. بیولوژیکی نیست. در زمان تولد تثبیت نمی‌گردد. قابل تغییر است و کسبی می‌باشد. خیلی دخترم، نقش جندر چیست؟ نقش جندر عبارت از نقش‌هایی است که بر اساس تفاوت‌های اجتماعی ملاحظه شده به مردها و زنان نسبت داده شده است. نقش جندر را میتوان در نقش‌های سیگانه که بخش‌های عمده و اساسی فعالیت‌های روزانه اشخاص را تشکیل می‌دهد تقسیم کنیم: تولدی، تولیدی و اجتماعی. حالا بگو که نقش تولدی جندر چیست؟ نقش تولدی جندر مشتمل بر تمام فعالیت‌های زنان همانند توجه، نگهداری امور خانه، اعضای فامیل، آماده ساختن پوشاک، مراقبت از صحت تمام اعضای فامیل، مواد سوخت، تهیه آب، مراقبت از حیوانات خانگی، کار آشپزخانه، اولی، تنظیم امور خانه، نظافت و حفظ روابط نیز در آن شامل می‌گردد. خب، حالا فهمیدم. دخترم، ما از خاطر آمدم که پیش دکتر بریم. سرم درد میکنه و پاهایم شل شده. مادر جان، یک گلاسه که دیگه چای بخور میریم باز. بیننده های عزیز، همین لحظه جناب محترم وکیل صاحب گلچهره را میبینیم که به طرف ما روان است. ببینیم که به سوالای ما جواب میده یا خیر. سلام وکیل صاحب. و علیکم السلام. خوش اومدین به قریه ما. تشکر وکیل صاحب. شما در مورد دو موضوع خدمت بیننده ها معلومات ارائه نمایید. اول بگویید کمپانی خصوصی و انتفاعی چی است و دو در مورد پیارتی معلومات بدهید. یک کمپانی انتفاعی یک نهاد است که به منظور به وجود آوردن منفعت و نفع فعالیت می نماید. برای کمپانی ها شرکت هم اطلاق می گردد که شامل شرکت ها لیمیتد، شرکت های سامی و غیره می باشد. به صورت عموم تعریفی که در ماده 116 قانون تجارت از شرکت ها صورت گرفته چنین است: شرکت های تجارتی عبارت از اشتراک اشخاص است که به مقصد اجرای معاملات تجاریه در موضوع واحد یا متعدد با وجود می آید. ماده 117 قانون تجارت در مورد انواع شرکت ها صراحت دارد. شرکت های تجارتی به انواع ذیل است: 1. شرکت تضامینی، 2. شرکت تضامینی مختلط، 3. شرکت محدود المسئولیت، 4. شرکت سهامی و شرکت تعاونی. تیم بازسازی ولایتی عبارت از یک واحد نظامی است که در قسمت تامین امنیت و کمک در بازسازی کشورهایی که بی‌ثبات هستند همکاری می‌نماید. تیم بازسازی ولایتی در سال 2001 برای اولین بار در افغانستان آغاز به فعالیت نمود. هر تیم بازسازی از قرارگاه‌های کوچک تشکیل شده‌اند که در آنها از 60 تا بیشتر از 1000 متخصصین ملکی و نظامی در پروژه‌های ساختمانی مصروف هستند و یا هم برای نهادهای دیگری که مصروف فعالیت‌های ساختمانی هستند امنیت را تامین می‌نمایند. در حال حاضر به تعداد 25 تیم بازسازی ولایتی در افغانستان مشغول فعالیت هستند. بسیار عالی. آیا شرکت‌های خصوصی و تیم بازسازی هم جز نهادهای جامعه مدنی تلقی می‌گردند؟
البته که نه، چون کمپانی های خصوصی منفعت با وجود آمده کمپانی ها را در میان مالکان کمپانی تقسیم می نمایند، در حالی که انجوها با اساس قانون نمی توانند همچون کار را بکنند، یا به عباره دیگر انجوها نمی توانند تا منفعت اصلی مؤسسه را بین مؤسسین، کارمندان، مسئولین و یا هم دوستان و یا خویشاوندانشان تقسیم نمایند و تماما پول و دارایی مؤسسه صرفاً به مقصد تامین اهداف مؤسسه به مصرف رسیده می تواند و تیم های بازسازی ولایتی یا PRT از هر دوی اینها تفاوت دارد، چون اساساً آنها مؤسسات یا نهادهای دولتی هستند و از جمله نهادهای غیر دولتی به شمار نمی روند. خب بچه عبدال، تو نشه که باز پیش بچه های مکتب ببازیم. مالک شام آمد میده بچه عبدال سنگ او میکنه. من میگم سوال کو، 100 سوال کو. مسائل جندر شامل چی موضوعات میگردد و چی وقت به وجود میآید و جز دوم ای که تحلیل جندر چیست؟ معلوم شام آمد مسئله جندر در نتیجه بی‌عدالتی و ستم توسط یک جنس بالای جنس دیگه میشه. باید که زیفی نکن در صورتی که سهم یکی از دیگه فرق کنه. معلوم صاحب و جز دومش تحلیل جندر نشان دهنده طریقه های مختلف زندگی روزانه زنان و مردان می باشد. آراستی و به اساس آن تاثیرات تفاوت انکشاف بالای زنان و مردان مطالعه میشه. چطور بود مالک صاحب؟ بیشک بچه عبدال. سکندری صاحب خب سکندری، حال تو برای ما بگو که آیا مؤسسات جامعه مدنی توسط قانون اساسی افغانستان حمایت شده است یا خیر؟ بله، در 6 دلو سال 1382 قانون اساسی جدید افغانستان بعد از توشیح یا امضای جلالتمآب رئیس جمهور نافذ گردید و ماده 35 قانون اساسی برای افغانها حق تشکیل اجتماعات را به منظور تامین منافع مادی و معنویشان تفویض نموده. بیشک سکندری بچه، جایزه داری جایزه. خب ملریا بچه، حال تو بگو که آیا مؤسسات توسط قانون بین المللی حمایت گردیدن؟ بله، قانون اساسی بندنیا نقل نکنه. بلبل جان، نقل نیست، یاد گرفتیم. قانون اساسی صراحت داره که دولت باید منشور ملل متحد، معاهدات بین المللی، کنوانسیون‌های بین المللی که افغانستان آنها را امضا نموده و همچنان مواد اعلامیه حقوق بشر در نظر بگیره. چطور معلم صاحب؟ معلم صاحب، این ملریا نقل میکنه، درسایش صحیح نخونده. این دیگهش مرزیات میگه مرزیات. در اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین آمده که هر کس حق دارد تا اجتماعات را به شکل صلح‌آمیز تشکیل نماید. کنوانسیون‌های دیگه بین المللی، مثلا کنوانسیون حقوقی مدنی و سیاسی که افغانستان آن را امضا نموده است، از آزادی اجتماعات حمایت نموده. ستنگ، تو بگو آیا قوانین دیگری هم بالای نهادهای جامعه مدنی تاثیرگذار هستند؟ بله، بعضی قوانین دیگری هم بالای نهادهای جامعه مدنی یعنی سازمانهای اجتماعی و انجوها تاثیرگذار است. به طور مثال قانون مالیه بر عایدات، قانون گمرکات، قانون کار و قانون مدنی و غیره. یک سوال دیگه، مگر فکرتون باشه
که این سوال هم خودم براتان جواب میتونم. آیا فرق بین انجوها و سازمانهای اجتماعی وجود دارد یا خیر؟ بله، فرق وجود دارد و فرقی که میان سازمانهای اجتماعی و انجوها وجود دارد از قرار ذیل می باشد. سازمانهای اجتماعی به وزارت محترم عدلیه ثبت می گردد، در حالی که انجوها در وزارت محترم اقتصاد. به اساس قانون سازمانهای اجتماعی، مؤسسین سازمانهای اجتماعی نباید کمتر از 10 تن باشد، در حالی که مؤسسین انجوها نباید کمتر از 2 تن باشد. همچنان سازمانهای اجتماعی توسط اشخاص حقیقی تأسیس شده میتونه، در حالی که انجوها توسط اشخاص حقیقی و حکمی تأسیس شده میتونه و همچنان سازمانهای اجتماعی میتونند تا فعالیت‌های اجتماعی، هنری، فرهنگی، حقوقی و مسلکی را به پیش ببرند، در حالی که انجوها میتوانند فعالیت‌های بیشتر و وسیع‌تر را انجام بدهند و همچنان سازمان‌های اجتماعی تنها شامل نهادهای داخلی می شود، در حالی که انجوها شامل نهادهای داخلی و خارجی می گردد. و دیگه ای که در قسمت حسابدهی و شفافیت از فعالیت‌های این نهادها، سازمان‌های اجتماعی در هر سال مکلفیت دارند تا گزارشات سالانه خود را ارائه نمایند، در حالی که انجوها مکلف به ارائه گزارش 6 ماهه فعالیت‌هایشان و همچنان 1 ساله فعالیت‌هایشان هستند. فهمیدین؟ ساز اعلاناتی که مست شده. او برادر، درس خواندنم از خود طریقه دارم. خدا فضل کرده قریب بوده که بچه عبدالله از بین میبریم. دکتر صاحب خبر داری که بین بچه های مکتب قریه و نفرهای بلبل مسابقه است؟ خبر دارم، بسیار گپ خوبی است. روز مسابقه ما میایم، خوشم یک اشتراک کنم. دکتر صاحب، هر فرد قریه میتونه که اشتراک کنه. آقا دست نزن. معلم صاحب، کم و بیش معلومات دارم. باز میشه برنامه که چه رقم سوال است؟ در مورد نهادهای جامعه مدنی، انجوها، سازمانهای اجتماعی، مسائل جندر و گپ‌های دیگر. دکتر صاحب، اینجا جامعه مدنی رو چی میکنی؟ بگی مرا تداوی کن. الله بچه اینا شروع میکنم. نوش لالا جان نوش. اینه نال خوب شد، داده بلا خوشحالی. بلبلت فکر میکنه که از اون مغز است و از ما کا. لالا غفار میفهمی؟ اگه نفرهای بلبل رو ببینی کلان جایزه رو میبری. لالا غفار به نظر من بیایی که این مسابقه رو ما و شما که ده نفرهای بلبل اعلان کنیم. آمادگی تو بگی چلنج روان که برشان ما آماده هستیم. دیگه گپا ما معلومات داریم. لالا غفار خیمک پرسان میکنم، بگو که کدام موضوعات در قانون اینجا سراحت داره و یا تنظیم می نماید. او بچه من خیال دارم گپ سر بچه هاست. مامورایتون کار میکنم، انشالله میبریم. گوش کن او بچه،
موضوعاتی که در قانون اینجا صراحت داره عبارت از تعریف اینجا، فعالیت مجاز برای اینجا، شرایط تاسیس و طرز العمل ثبت اینجا، فعالیت‌های اقتصادی، منابع تمویل و عایداتی اینجا، گزارش‌دهی و نظارت، تغییر شکل، انحلال، تصفیه اینجا، کمیسیون عالی ارزیابی و کمیته حل اختلافات. لالا غفار، ما به جارچی قریه میگم که اعلان مسابقه را در گوش مردم برسانه. حالا سیکو که کلمه دیگه پاچق کار میته. قانون در قسمت حسابدهی و شفافیت در فعالیت‌های اینجا چی تدابیر را پیش بینی نموده است؟ والا اگه ما بفهم. ما برات میگم بعد از این برو دیگه. در قانون اینجا آمده که هر اینجا فرم گزارش‌دهی را که از وزارت محترم اقتصاد به دست می آورند باید گزارش 6 ماهشان را مطابق به همان فرمخانه پوری نمایند و معلومات لازم را ارائه نمایند. بعد در جریان 1 سال گزارش 1 سالهشان را به شکل تفصیلی هم از مالی و فعالیت‌هایشان را به وزارت اقتصاد در جریان 3 ماه بعد از ختم سال مالی ارائه نمایند و ارائه گزارش به وقتش خودش در قسمت حسابدهی اینجا مقصر واقع می شود. والا آفرین لالا غفار، خیمه رفتم. مننیا صاحب لالا بلبل فتان که در تانه خوش لالا بلبل بگوین یک اینجا به چی شکل ثبت میشه؟ لالا بلبل جواب از این ما برش میگم. اینجوری که بخواید تاسیس شود یا ثبت شود باید اولا یک درخواستی با اساسنامه و سایر اسناد ضروری را به وزارت اقتصاد ریاست اینجا ارائه نماید و بعداً به اساس قانون کمیته تکنیکی که در وزارت اقتصاد ثبت است اسناد را از نگاه تکنیکی مطالعه می نماید و در صورتی که کمیته کدام کاستی یا نقص را در اسناد ارائه شده نبیند درخواستی را با سایر اسناد به کمیسیون عالی ارزیابی ارائه می نماید. در صورت و در صورت که درخواستی و اسناد از طرف کمیسیون عالی ارزیابی مورد تایید قرار بگیرد بنای مؤسسه درخواست کننده از طرف ریاست اینجا تصدیقنامه اعطا می‌گردد. هنکر خیر ببینید لالا سلمان. مگو بچه ستار به اساس قانون اینجا مرجع ثبت اینجا کدام ارگان می باشه؟ به اساس قانون هنجوها یگانه مرجع ثبت و نظارت از فعالیت‌های هنجوها یا برای هنجوها وزارت محترم اقتصاد می باشد و در ولایات ریاست‌های ولایتی وزارت اقتصاد. ملاقی حال تو بگو که یک مؤسسه داخلی چیست؟ نه ما پاس نه. کجا رفتی ملاقی؟ معلم صاحب ملاقی کو گرخت پیش ملاریا رفت. این جواب شما برات میگم. مطابق به قانون اینجاها یک مؤسسه داخلی عبارت از یک نهاد غیر دولتی که به منظور پیشبرد فعالیت‌های مشخص که اساساً در افغانستان ایجاد می شود.
بچه سکندر خیلی تو جواب بده که یک مؤسسه بین المللی خارجی چیست؟ مؤسسه بین المللی خارجی یادم آمد معلم صاحب، مؤسسه غیر دولتی که در خارج از افغانستان تأسیس شده باشه و شرایط قانون انجوهای افغانستان و سایر قوانین نافذی افغانستان را بپذیره. مادر جان یک دانه گکسیر گلچهره دخترم، ما میتونم در این مسابقه اشتراک کنم؟ مادر جان چرا نه؟ سهم خانما در هر پروسه وطنی ضروری است. بچه یک دفعه ضعیفی نکنم، چوب نمانم. چقدر شرم. ما مادر خدا خوب میشناسم. نام خدا حافظه بسیار خوب داری. من ازت یک سوال میکنم. برای ما بگو که چتر ماسات چیست؟ چتر ماسات چتر ماسات به صورت عموم توسط انجوها و ماسات ایجاد میگرده تا از آنها نمایندگی کند. به طور مثال انجوها در قسمت موضوعات اطفال فعالیت می نماید و یک چتر ماسات را یا اداره امانگی را تشکیل می دهد تا از ماساتشان در نزد دولت و سایر نهادها نمایندگی نمایند و همچنان در بعضی پلیسی های دولتی دادخواهی نمایند. در افغانستان ماسات امانگی عبارت است از مؤسسه یکبر ANCB AWN و ثوابت. در قانون انجوها و همچنین نهادها اجازه فعالیت داده است. مردم با خبر سبا ساعت 8:30 بجه مسابقه بین قریب بالا و پایین. با خبر بسیار خوب شد قیام آمدن معلم صاحب. بسیار خوش آمدید. بیایید. بیایید بسیار خوش آمدید. بچه ها چک کنید. بس دوست عزیز بسیار خوش آمدین. خیر ببینین خانه تان آباد. دوست عزیز قسمی که شما خبر دارین مسابقه بسیار مهم بین تمام بچه های قریب بالا و پایان
به اینجا شروع میشه و باید بگویم که این مسابقه اهلیت، دانایی و تفکر است. خداوند همه ما و شما را توفیق بده که به خاطر بالا بردن ظرفیت‌های دانایی و آگاهی خود چنین مسابقات را راه اندازی بکنیم. دوستان عزیز، میفهمین که جایزه برنده این مسابقه چی است؟ من به شما میگم جایزه برنده این مسابقه یک اراده تراکتور است. و هر گروپی که برنده شد میتونه تمام گروپ ها به شکل دوستانه از تراکتور استفاده بکنه. اصلا ما دو گروپ داریم و گروپ سومی ما به خواهش خودشان است. گروپ ها رو براتون معرفی میکنیم. گروپ اول بلبل امرای نفرایش است و گروپ دوم غفارخان امرای نفرایش است. گروپ سومی ما داوطلبای ما هستند. خب مالک صاحب، سوالا آغاز میشه. هر کس که به زودترین فرصت جواب داد برنده میشه و جایزه را نصیب میشه. سوال اول، منابع تمویل مؤسسات کدام ها اند؟ ملاریا، تو بگو، تو جواب بده. معلم صاحب، من سوالت جواب میتم. منابع تمویل مؤسسات به اساس قانون انجوها عبارتن از اهانه، ادایا، ترکه، عطایا، وصیت و عقل عضویت، دارایی منقول و غیر منقول. فهمیدی معلم صاحب؟ عواید حاصله از طریق فعالیت‌های قانونی و اقتصادی. کاملا درست است. یک چک. نمره پوره مالک صاحب. سوال دوم، کار و فعالیت انجوها را در جریان 3 دهه در افغانستان چطور ارزیابی میکنه؟ ما میگم مالک صاحب، ما فعالیت های انجوها را بسیار خوب ارزیابی میکنیم. اگر امروز در قریه ما مکتب است با کمک همین انجیوها ساخته شده. اگر امروز ما شفاخانه داریم با کمک و مساعدت انجیوها است و در همکاری با دولت، همچنان با مردم کمک های بشر دوستانه و خیریه در جریان جنگ ها همین انجیوها نموده. مالک صاحب 5 نمره پوره برسان. درست است. حال میرسه نوبت به سوال دیگر. بگوین که نقش تولیدی جندر چیست؟ این نقش ارتباط به تولید امان و خدمات قابل استفاده خانه و تجارت که شامل باغبانی، ماهیگیری، خدماتی که شامل کارمندا و استخدام می باشد میگندد. در این نقش کارهای عایداتی شامل بوده که دارای مزد و منفعت بنای شخص و یا فامیل و یا اقانب می شود. یک جایزه از طرف ما برای شما، نام خدا. حال سوال دیگر را مطرح میکنیم. بگوین که نقش اجتماعی جندر چیست؟ من خودم میگم نقش اجتماعی جندر به سازمان ها و گروپ های خدماتی اجتماعی مربوط می شود که به صورت عموم شامل مجالس و محافل می باشد. همچنان شامل هماهنگ ساختن، سعی و تلاش و ارتقای خدمات اجتماعی، شوراهای قریه، جرگه و اشتراک در گروپ ها و سازمان ها و فعالیت های سیاسی و منطقوی نیز می باشد. دوستا خیر ببینین، تشکر. برنده جایزه در آخر معلوم میشه و حال سوال دیگه مطرح میشه. کدام گروپ جواب میده؟ آفرین، نام خدا. خب این حال بگوین که ارتباط جندر چیست؟ و جزء دوم
در قانون اساسی هر نوع تبعیض و امتیاز را بین اتباع افغانستان ممنوع قرار داده است. خب اینا را در این قسمت کدامت معلومات میتین؟ به زور خدا تراکتور از ما. ملک صاحب، ضروریات اساسی مختلف مردها و زنها را که ناشی از نقشه‌های خصوصی آنها در جامعه و تقسیمات کار که نگاه جندر می باشد در بر میگیرد. بس نوبت خودم است معلم صاحب. اجازه است معلم صاحب؟ جزء دوم ماده 22 هر نوع تبعیض و امتیاز را بین اتباع افغانستان ممنوع قرار داده است. اتباع افغانستان هم از زن و مرد در مقابل قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشه. وقت بسیار مهم است. 2 سوال دیگه مانده. بعد از او باز بخیر نتایج اعلان میکنیم. اینا رو بگوین که نقش جامعه مدنی در حمایت از حقوق و آزادی های مردم افغانستان چی می باشه؟ ما هم حق داریم تا گپ بزنیم. اینا ما جواب میدم. نهادهای جامعه مدنی نقش مهم را در حمایت از حقوق مردم ایفا می نماید. دیگه شما جواب میدم. اولا مؤسسه‌ای که دارای عضو هستند یا مؤسسات عضو میتوانند تا صدای مردم را در حاشیه رانده شده مثلا اقلیت‌ها را انعکاس بدهند و در قسمت اینکه صدای آنها به گوش اجتماع و دولت برسد همکاری می نمایند. و ثانیا نهادهای جامعه مدنی در قسمت برنامه‌های دادخواهی و همانند برنامه‌های آگاهی عامه در قسمت حقوق زنان، اطفال و مردم کار و فعالیت می نمایند و همچنان نهادهای جامعه مدنی می توانند تا در قسمت پالیسی‌های دولت نظر بدهند و نظریات مردم را با دولت شریک بسازند. خب حالی از معلم صاحب خواهش میکنیم که نتایج اعلان کنه. درست است ملک صاحب. خوشبختانه اشتراک کننده های این مسابقه ما همگیشان موفق بودند، ولی گروپ داوطلبا نمرهشان کم بود، به او خاطر برنده شناخته نمیشن. 2 گروپ دیگه یعنی مردم قریه بالا و مردم قریه پایان هر دویشان مساوی شدن. به این خاطر این تراکتور مربوط به هر دو قریه است و هر دو قریه میتونه که به نوبت از این تراکتور استفاده کنند. مرگنج دیگه تیره بم به دستیر سر ما رخ میزنی. اینا حالا من نشانت میدم. بریم سر تراکتور. دیگه به چپ بس حالت استرارت بدم.